سلام به دوستان گلم، به پیج بافتنی‌های من خوش اومدید. اگر شما هم دغدغه نصب این چشم‌های پیچی واشردار رو برای سبدهای تریکوتون دارید، پس این پست رو تا آخر نگاه کنید که مشکل نصب این چشم‌ها براتون حل بشه. خب دوستان عزیزم، الان این سبدی که من چشم‌ها رو نصب کردم از همین چشمای پیچی واشردار استفاده کردم. طریقه نصب رو بهتون میگم که بتونید راحت روی سبدهاتون نصب کنید، چون نخ تریکو یه مقدار ضخیمه، یه مقدار نصب این چشم‌ها سخته. ولی اگر دوستانی هستند که عروسک میبافن، عروسک بافی انجام میدن، روی کانوا نصب این چشم‌ها راحت تره. فقط اون محلی که حالا چشم رو میخواید نصب کنید روی کانوا انتخاب میکنید، رد میکنید و از اون سمت کار واشر رو، قسمت صاف واشر رو که مقدار برآمده هست رو اینطوری پیچ رو از داخلش رد میکنید و محکم میشه. کم کم با چند بار راست و چپ کردن این دوتا روی هم اینا به هم محکم میشن. ولی توی سبدهای تریکو چون نخ تریکو ضخیمه، بنابراین یه مقدار کار سخت میشه. پس شما نمیتونید اینا رو با هم به این صورت مچ بکنید و رها بکنید برید، چون دوباره این واشره سریع در میاد. بنابراین باید شما اینو وقتی که اینا رو به هم نصب کردی، در نهایت این قسمت پیش رو که سرش یه مقدار بیرون زده گرما بهش بدید که پلاستیکش یه مقدار آب بشه، به واشر بچسبه و کارتون محکم بشه. من برای این سبدی که بافتم الان میخوام چشمامو نصب بکنم. اول جاشون رو مشخص میکنم داخل کارم. خب ببینیم که از اینجا پیشمون رو بتونیم سرش رو بیرون بیاریم. خب من یکی از چشما رو اون جایی که تنگ کرده بودم براش رد کردم. بعد ببینید دوستان، سر پیچ من از اینجا از این ور کار مشخص میشه. اگر مشخص نشد یه مقدار این نخهای تریکو رو با دست فشار بدید به طرف عقب، سر پیچ رو میبینید. بعد باید با دست نگه دارید از این قسمتی که برآمده و صاف هست اینا رو فرو میبرین داخل هم. الان کار محکم شده، ولی خب دوباره ممکنه که این واشر من در بیاد. میاد از تفنگی که چسب حرارتیتون رو همیشه داخلش میذارید استفاده میکنید، روشنش میکنید. گرم که شد فشار نمیدید که چسبی ازش خارج بشه، چون ما به چسب نیاز نداریم، به اون قسمت سر تفنگ نیاز داریم که گرم شده. این قسمت فلزیش رو به قسمت سر پیچمون نزدیک میکنیم، گرما بهش میدیم که اون پلاستیکش یه مقدار آب بشه، ذوب بشه که به واشر ما بچسبه. من الان این رو میذارم روی پیچم، فشارش میدم که گرم بشه. گرمای سر تفنگ من، تفنگ چسب حرارتی من باعث میشه که اون پلاستیکش ذوب میشه و اینا به هم میچسبن و دیگه اصلا کارتون باز نمیشه و چشم ها کامل محکم سر جای خودشون قرار میگیرن به راحتی و دیگه از این بابت خیالتون راحت باشه که چشم ها محکم شدن. چون اگر این کار رو انجام ندید سریع بعد از چند دقیقه واشر دوباره در میاد، ولی الان نگاه کنید کامل چسبید و کامل کار محکم شد. و اگرم بخواید سبدتون رو بشورید موقع شستشو هم دیگه خیالتون راحته که چشمتون باز نمیشه. و برای چشم بعدی هم همین کار رو انجام میدیم، جاشو پیدا میکنیم دوباره و از این قسمت سر پیچمو میارم بیرون. اگرم پیدا نکردین گفتم یه مقدار نخای تریکوتون رو فشار میدید که سر پیچ پیدا بشه. از قسمت صاف و برآمده واشر میایم اینا رو با هم مچ میکنیم، فشار میدیم. ولی خب این فشار دادنه باعث نمیشه که اینا محکم بشن. گفتم اگر برای عروسک سازی باشه بله یه همچین فشاری باعث میشه که دیگه محکم بشه توی عروسک سازی، ولی توی سبد بافی نه، چون دوباره سریع در میاد، چون نخ تریکو ضخیمه، اینا رو نمیتونه کامل به هم وصل بکنه.
اینجا هم دوباره چسبمو میارم و گرما میدم به سر پیچم که کامل به واشرم بچسبه در اثر آب شدن پلاستیکش که چشمم کامل محکم بشه و دیگه خیالم برای کارم راحت بشه. خب به این صورت سبد ما آماده میشه. خب دوستان عزیز از همراهیتون سپاسگزارم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.